سلام بچه ها، برنامه امروز بندر ترکمنه. ساعت 10 صبح حرکت کردیم و آماده باشید که یه گردش پر از رنگ و باحال رو ببینید. من سکوت میکنم تا شما از طبیعت لذت ببرید. اینجا هم که میبینید تو هوا پاراگلایدر هست که مردم سوارن و خیلی جذاب بود، آسمون رو رنگی کرده بودن. اینجا دیگه رفتیم واسه ناهار. بچه ها از شهر آمل تا بندر ترکمن بدون ترافیک تقریبا 2 ساعت و نیم راه هستش. شهرشون هنوز همون حس و حال قدیمی رو داره و یه وایب خیلی خوبی به آدم میده. اینجا از میدونشون رد شدیم و آروم جلوی نزدیک میشیم به بازار اصلی. بازارشون خیلی شلوغ بود و دیگه ما اینجا ورودی رو دادیم و وارد شدیم. راستی بچه ها، این آهن و تیشه هایی که میبینیم انگار داشتن کنارش بازار جدیدی رو میساختن. حالا دیگه وارد بازار شدیم و بازارشون خیلی حس خوبی به آدم میده و کلی شیرینی های محلی و صنایع دستی مخصوص خودشون هم داشتن که یه حس حال قدیمی و نوستالژی به آدم وارد میکنه. من اینجا یکم خرید کردم چون قیمتاشون نسبت به جای دیگه خیلی مناسب تر بود. اینجا از کنار درخت زیتون و از کنار لباس‌ها و سری‌های مخصوص خودشون که سرشون میذارن رد شدیم و رسیدیم به کنار چادرهای ترکمن که یک جایی بود که مردم میتونستن برن داخلش و با اون حس و حال و دیزاین اونجا عکس بگیرن یادگاری و خیلی حس و حال قشنگی داشت. دیگه رفتیم کنار سکوها و اون آخرم که میبینین اسکله هستش که جای باحالیه کلن.
حالا دیگه وقت برگشتنه. من بهتون پیشنهاد میکنم حتما یه بارم که شده به اینجا سر بزنید، چون تجربه جذابیه. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره.